به نظرم دخترای ایرانی کم کم باید اینو یاد بگیرن. اینم تقصیر خود ما بوده، از اول نذاشتیم زن خودش پول دراره، ما غیرتی بازی انبازی در آوردیم و کلا اعتماد به نفس خانوما اومده پایین توی این قضیه. خانوما باید خودشون پول در بیارن، یعنی احترامشون نباید به خاطر این باشه که مرده داره خرجشون رو میده. احترامشون به شوهرشون باید به خاطر این باشه که دوستش دارن واقعا. گرفتی چی شد؟ وقتی من بیام خرج تو رو بدم، تو احترامت به من سر اونیه که من دارم خرج تو میدم، ولی اگه خرج تو رو ندم و احترام بذاری یعنی منو دوست داری. تو خرج تو خودت در میاری، احترامت هم به من میذاری. من خرجم خودم برمیارم، احترامم به تو میذارم. این نشون میده که ما به هم علاقه داریم.